سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز دوشنبه 10 نوامبر همراه شما. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با کارمندان میلیسا در کشور احسان گفت چون به قول او سربلندانه امنیت و ثبات و ترتیبات جمعیتی را در کشور محافظت می‌کنند. امام علی رحمان همچنین به 650 کارمندان و افسران میلیسا خانه استقامتی و زمین برای بنیاد خانه هدیه کرد. رئیس جمهور تاجیکستان در مراسم خاص بخشیده به روز میلیسیا که هر سال روز 10 نوامبر تجلیل می شود به اخلاق و رفتار ماموران میلیسا هم اشاره کرد که شکایت مردم از آنها زیاد است. رشوه‌خواری، بدرفتاری با بازشدگان و بی‌اعتنایی به مراجعت‌های مردم را از مشکلات اساسی در میان کارمندان مقامات حفظ حقوق در تاجیکستان می‌دانند. تعداد قربانیان ترکیش در یک نقطه فروش مواد سوخت در کنار شهر دوشنبه به 4 نفر رسید. کامران شیخوف، یک جوان 23 ساله که روز 8 نوامبر در نتیجه ترکیش در نقطه بنزین فروشی شهرک میرزا ترسونزاده در ناحیه رودکی سخت مجروح شد، شام 9 نوامبر در بیمارستان درگذشته است. در روز اول فلاکت که به گفته وزارت امور داخلی تاجیکستان بنابر بی‌احتیاطی و خارج شدن گاز سر زده است، 3 نفر هلاک شدند. در نتیجه ترکیش در نقطه بنزین فروشی 4 ماشین کاملا خراب شد، 8 نفر دیگر جراحت برداشتند. قبول کنه فرزنداتون و شوهراتون و دادراتون دیگه برنگردن اینجا نیاد. ظاهراً این مراجعت عزت الله شریپوف سردار ریاست زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان را حداقل 3 زندانی عفو شدن نشنیدند. مقامات گفتند در طول یک هفته 3 زندانی سابق را برای تکرار جنایت دستگیر کردند. یکی از آنها تبور غفوروف ساکن ناحیه عینی است که به گفته مقامات روز 9 نوامبر پدر خود را با کلتک زده کشته است. بهرالدین خورشید و رحمت الله نادیروف، 2 جوان دیگر از کولاب را که برای دزدی به زندان رفته بودند، این دفعه نیز برای تکرار دزدی و دزدی کامپیوتر از مغازه دستگیر کردند. قرار است بر طبق قانون عفو که چند پیش قبول شد حدود 10,000 زندانی و افراد مورد پیگرد قانون در تاجیکستان عفو شوند. دادگاه شهر دوشنبه یک مادر 29 ساله تاجیک را در قتل دختر 6 سالش گناهکار دانست و به 19 سال زندان محکوم کرد. دادرس پرونده زیادگل شریف و ساکن شهرک شراره ناحیه حصار روز 10 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که مادر جوان تاجیک در دادگاه اقرار شد که با دست خویش سر دختر 6 سالش را از تن جدا کرده است تا او را از بدگویی و طعنه مردم در آینده خلاص کند. محکوم کردیم 19 سال برای اینکه بعد از شوهر جدا شدن یک چند آدم وقت گشتگی من که نمیدونم از چیه برای که حرامی میگوید باید نشود آینده نکند تا برای میشه کشتن. به قول دادرس خویشاوندانش زیادگل را پیوسته طعنه و ملامت میکردند که فرزندی نامشروع و یا حرامی تولد کرده است. جسد بیسر مدینه را روز 30 ایون همین سال در کوچه فیدین در شهر دوشنبه پیدا کردند و بعداً مقامات گفتند زیادگل شریف و برخاست دخترش را از یتیمخانه شهر دوشنبه گرفته و در همینجا کشته است. و اخبار و گزارش های از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.